درود سلاطین، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید از کانال من. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. حالا احوالتون خوب باشه. داداشا اومدیم رو اکانت نانجی. گیم پلی چی؟ استامبل گایز. خود نانجی هم میشه منه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومد به این ویدیو. آقا نانجی یه ذره کم حرف میزنه چون دندونش خیلی درد میکنه. تازه دندون عقل در آورده. دیگه در اصل داره دهنش مسواک میشه. خیلی یاد این رفیقای ما بالن. تا دندونشون درد میگیره مسواک میزنن. این نانجی سال یه بار مسواک نمیزنه. الان هر یه بار داره یه مسواکی میزنه. خب بریم سراغ بازی جذاب. ببینیم چه خبره. خب ببینیم من چی هست اینجا. جالبی داستانم میخوای واسه بچه‌ها تعریف کنی؟ تعریف کن داداش. ما رو استریم منو بله. الان یکی داره اونجا ویدیو واسش ثبت میکنه، یکی همین بر استریم داره من این وردم گیم پلی استامبل میگیرم، اونو برم داره استریم میکنه داخل آپارات. خب آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خب فعلا که ایزی دارم میرم. نانجی هم که اون داره استریم میکنه، من این دارم بازی میبرم جلو. ببینیم چه خبره. مملی باخت نمیده آقا. توپ هم مملی بخوره دوباره پا میشه. آخ اینجوری ذره گندگوزی نکنیم، مثل آدم رد شیم. خب دیگه اینجا خوراکمه، سر میخورم میرم تا ته. فکر کنم اولم یا دومم. بابا بنازم. مملی مگه باخت میده آقا؟ شما بگید مملی کی تو عمرش باخت داده؟ نانجی اصلا مملی به باخت داد حالا؟ میگه نه. حالا دندونش درد میکنه نمیتونه حرف بزنه. البته یه پوزخندی هم تو صورتش اصلا نمیدونم سر چیه. این بندگان خدا رو ناکن چقدر نوبن. خب بریم ببینیم مرحله رو سریع تموم کنم بریم مرحله بعدی. آقا بنازم فعلا که اولی. نانجی استریم چه خبر؟ هیچ، تازه شروع شده. حالا من فعلا دست اولو یعنی مرحله اول رفتم به مرحله دوم. ادای احترام توسط مملی. آخ می‌بینی کدوم من افتادم که رنگ میکنه زمینو. وای من که باخت نمیدم. ببینیم چی میشه. اینجاش که ایزیه. خب یه دابل جام میزنیم. اینجاش هم باز ایزی تر حتی. سر خوردم آجی. انقدر بلند پروازی کردم تو ویدیو. سر. خب اینجا حالا دوتا چیز داره، دوتا وسیله است. بریم چیکار میکنیم. آخ پرتمون کرد ما رو اونور. خب بریم چه خبره. این دفعه رو دیگه ردش میدم. این دفعه نشد نداره، کار نشد نداره. ماشاءالله مملی. بریم اینجا از روی این قرمزه پرتو نکرد. خب بریم اوکی. ایزی تموم. نفر چهارم آقا بنازم چهارم شدیم. البته الان که رتبه بندی نیست، ولی منظور تا الان خوبه دیگه. تا الان جزو 6 تای اولیم. یه قلاب بخوریم دهنم من خوش شد. یه ذره واتر بخوریم. واتر با کلاس باشیم. یه ذره تشنم بودم. وای چه مرحله ای. اینجوریه که میری روشون قرمز میشن. در از کسی که آخر بیفته پایین برنده است. اومده داخل استریممون. خب فعلا که ایزیه. نانجی میگه یه نفر اومد تو استریمم. نانجی از تمرکز من برم نزن وسط بازی. چش. خب بریم آقا بسم الله. فعلا که خوب اومدیم بالا. آره ایزیه. یه نفر فعلا از ما بالاتره. اونم اومد پایین. خب فعلا من و یه نفر یه اولیم. وای حاجی بد افتادم پایین. جا داشت هنوز یه 2-3 ثانیه دیگه اونجا بمونم. یا خدا. وای هر کی بیفته پایین باخته. من یه نفر یه موندیم.
وای حاجی مگه میشه بابا بچه ها، مگه میشه؟ نفر آخر مردم من. اون وقت میگم فشار نخور، یه سیاپوس اینجا مرد، یه سیاپوس برد. اون وقت میگم من نجات پرست، اون وقت میگم من نجات پرستم. من کجام نجات پرسته؟ من نجات پرستم؟ یه نیگا منو برد. من میتونم چی بگم؟ بریم دسته بعدی آقا. بذار یه قلوب بخوریم دسته بعدی. آقا شما نشینده بگیرید اینو. آره شاید ویور داره غذا میخوره. خب سلام داخل استریم بسته است. نانجر بدوارز باز میکنه. خب اوکی ایزیه. بریم. آخ بنازم این اومد. خیلی این راحت حاجی. برا من که راحته. چقدر شلوغ لگو نگاه کن. بابا بنازم حاجی، باره اول رد شدم. ناموسه این سابسکرایب داره. آخ افتادم. وا میگن در هرچی پربارتر افتاده تر. من انقدی بلند پروازی کردم که افتادم. خب بریم این چه خبره. رد شد دیگه. رد شد. وای ننداز منو عقب. منو فقط عقب ننداز. خب رفتیم. خرطوخری حاجی. اونم که نانجی میگه چه خرطوخریه. برو ماشاءالله بنازم. حاجی من دنبال بازی میکنم، یاد بچگیاش میفتن اینا. بریم تو کارش. لیتس گو. بریم مرحله دوم. فعلا بریم نوبای عزیز مرحله اول تموم کنم. اسکین ماوز با درونی از میمون. یارو بد پلیر ها بیاد دهنم سرویسه. اونم که نانجی شل کرد لذتشو بره. برای نهایت لذت رفته. بگیرم که ساعت بازی کردن نداشت. وای بدمون رفت حاجی. خیلی این قویه. من چه حواسم اصلا به بازی تو، بذار بازی خودم بچسبم. وای نانجی این اتوبوس کامیونا هستن میگفتی خیلی سختن. خب این افتاده برا من. فشار نخور نانجی. چشم هر چون شما گفتی. اصلا حواسم شد به توه. یا خدا. بذار بپر ماشاءالله پریدم. فعلا که 5 نفر مردن. واجی پشمام 5 نفر در چینو به سگایی هم. آخ داشتم سول میخوردم واجی بنازم. وای بنازم داداش. مگه مملی باخ میده؟ مگه مملی نانجیه که باخ بده؟ اشتباه شد. چون خودی زدم. حواسم به ویورم نبود رفت. خب بریم برای وین. آقا قول بدید که من اگه این دستو بردم سابسکرایب بزنید. خیلی این دست حساسه. واقعا جزو سخته مپات. 6 نفریم، یه نفر برنده میشه. امیدوارم من باشم. اولش که ایزیه. باید بپریم و اینا. یه جای شکستی داره میتونیم اونا رو با دابل جام بشکنیم. خب که این لیزر خیلی اصلا تو کت من نمیره حاجی. 3 نفر مردن. 3 نفر موندیم. یه نفر از این 3 نفر بیرون. یار ما کو. ساکت باش پسر خوب. پیکنیک شدم به دقیقه. پیکنیک یا حاجی به پنیک میگه پیکنیک. من چه اصلا حواسم به این لاشی. بریم. بعد صادق به من گفت لاشی، من گردم شکست. وای نمیرم ببر. بابا بنازم حاجی. وای نانجی ندیدی چی شد که بدمون در خطر. وای داشتم ویدیو میگیرم. ببخشید. نانجی ندیدی چی شد که از این ویدیو اصلا شانسی و مهارت میزنن. از همونا بوده. یعنی یه جور نانجی اینجا داره با دستش کارایی انجام میده. خب بچه‌ها داداشا به قولتون عمل کنید. سابسکرایب بزنید، لایک کامنت فراموش نشه. به چنل نانجی هم سر بزنید. داداشا دمتون گرم که تا الان همراه ما بودید. دیگه عرضم به حضورتون اگه دوست دارید دوباره پارت بعدی بذارم حتما تو کامنت ها بگید.
دمتون گرم تا ویدیو بعدی. بدرود. خدافظ.